حالا به این موضوع فکر کردی اصلا ما انسان ها چرا آفریده شدیم؟ اصلا چرا آفریده شدیم؟ آفریده شدیم تولید مثل کنیم، یه زندگی ها مثلا ثروتمندانه واسه خودمون مثلا درست کنیم، بدویم کار کنیم، اول زیر دست باشیم، سختی بکشیم، خودمون رو لطا پار کنیم، پله کنیم انسان ها رو تا خودمون برسیم بالا و بتونیم یه زندگی خوب و مثلا ثروتمندانه رو تجربه کنیم. واقعا هدف از خلقت شما فکر میکنین همچین چیزیه؟ چرا ما انسان ها از فکرامون استفاده نمی کنیم؟ از هوش و ذهنی که خداوند به ما داده چرا ازش استفاده نمی کنیم؟ چرا به این فکر نمی کنیم؟ چرا مثلا همه دارن قضاوت میکنن؟ چرا قضاوت کردن داوری کردن عادی شده؟ مگه این چیزا توی تمام ادیان نیومده این چیزا گناهه؟ و چرا توی عصر ما قضاوت کردن، داوری کردن، نمیدونم پله کردن انسان ها، تنفر، کینه، این چیزا چرا عادی شده؟ بعد انتظار داریم چرا دنیامون تاریکه، چه دنیای مثلا ظالمی، زندگی سخته، نمیخوام زندگی کنم، چرا اصلا توی این عصر هستم، من دیگه خسته شدم نمیخوام زندگی کنم. دلیلش واضح است. دلیلش به خاطر اینه که از اینجات استفاده نمی کنی و مثل اکثر جامعه تو هم داری قضاوت میکنی، داوری میکنی. فرق نمیکنه داوری بقال کوچتون رو بکنی، نمیدونم مادرتو بکنی، خواهرتو بکنی، قضاوته و این قضاوت کردن زندگی تو نابود میکنه. ما باید یاد بگیریم که نور اصلی درونی خودمون رو پیدا کنیم، اون نور الهی، و توی صراط المستقیم باشیم. من خودم یکتا پرستم، ولی خب به تمام ادیان احترام میذارم، مسیحیت، اسلام، یهودیت، بودا، همشون هر چیزی که هست، اون گاو پرستم بهش احترام میذارم. در کل متوجه شدم ما هممون یکی هستیم و همه ادیان هم درسته و توی تمام ادیان هم شاکلید رو داده و هر کس تعریف خاص خودشو داره. حالا هر انسان نادانی که میاد میگه مثلا نمیدونم اسلام خرابه، مسیحیت خرابه، یهودیت خرابه، دین من درسته، اون انسان از نادانیش همچین حرفایی رو میزنه. ما باید نور اصلی درونی خودمون رو روشن کنیم، دست از قضاوت کردن و داوری کردن برداریم و توی اون صراط المستقیم قرار بگیریم تا بتونیم نه حالا زندگی ثروتمندانه برای خودمون داشته باشیم، که بلکه اگر توی این صراط مستقیم قرار بگیری 100% به هر چی که بخوای دست پیدا میکنی. ولی از همه مهمتر ما اومدیم توی این سیاره زمین تکامل پیدا کنیم. تا به اون عروجه دست پیدا کنیم، تا به اون سرچشمه الهی برسیم. همه ما غافل شدیم و مخصوصا زمان ما که گوشی اومد، تلویزیون اومد، جعبه سیاه اومد و همین تلفن که اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی نابودگر انسان ها هستن و همه بهش عادت کردن و معتادش شدن و هیچ کس نمیتونه از این دنیای مجازی دست بکشه. اینا قاتلای اصلی انسانه. تو اومدی تکامل پیدا کنی عزیز من، اگر تکامل پیدا کنی پیدا کردی، نکردی هم واسه هیچ بنی بشری آسیبی کسی قرار نیست ببینه جز خودت. اینقدر تکرار میشی، اینقدر زندگی های سخت و متوالی رو تو این سیاره تجربه میکنی تا آخر زنگ خطرت میخوره. و الان هم ما تو عصر آکواریوس هستیم و این آگاهی ناب الهی هستن. یعنی اگر 10 سال پیش بود همچین آگاهی وجود نداشت، ولی ما توی عصر آکواریوس هستیم و اطلاعات ناب الهی همه جا هست. فقط کافیه که تو بخوای خودتو تغییر بدی. مردم کشورم که فارسی زبون هستن، ایرانی عزیز رو میگم، سعی دارن یه کشور رو، یه ملت رو عوض کنن. با شمایی هستم که شمایی که دارین سعی دارین یک ملت و یک کشور رو عوض کنید. میخوام بهتون بگم اول باید خودتون رو عوض کنید. تو باید خودت رو عوض کنی تا دنیای بیرونت عوض بشه. تا این درون تو تاریک و سیاه باشه، دنیای تو هم تاریک و سیاهه. یعنی تو بگو ایران شده کشور خفن و نورانی، ولی درون تو تاریکیه.
واسه تو بازم هیچ فرقی نداره، چون اطرافیانت و محیطی که توش قرار داری تاریک و کدره، چون این تاریک و کدر بودن از خودتون منشأ میگیره، یعنی از خودت میاد بیرون. دوستتون دارم و خیلی خوشحالم که در این لحظه با شکوه حاضر و شاهدم. با لایک کردن، با سابسکرایب کردن خیلی منو خوشحال میکنین. حمایت کردن من به من بیشتر قوت میده تا بیشتر بتونم باتون ارتباط بگیرم و من قصدم این نیست که خودم رو نشون بدم، فقط قصدم اینه که آگاهی رو پخش کنم و چرا دروغ بگم، من عاشق محبوبیت هستم. دوستتون دارم.